سلام مجدد خدمت همگی، شبتون بخیر باشه انشالله. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه چند دقیقه وقتتون خیلی کوتاه میگیرم. بنده که از اتباع افغانستان هستم، ساکن استان البرز هستم، جاده چالوس. یه چند دقیقه وقتتون خیلی کوتاه میگیرم راجع به این اتفاقاتی که داره میفته تو مملکت، راجع به اتباع افغانستانی خواستم چند کلمه صحبت کنم. یه طرحی رو پیاده کرد آقای شهید رئیسی خدا بیامرز، بعد گفت که آقا سپرده‌گذاری به اسم سپرده‌گذاری خودکلان اتباع. ما هم یه مبلغ پولی که داشتیم 0 تا 100 پسندازمون همون بود، خدا وکیلی. یعنی خانواده خودمون رو پشت سر گرسنه گذاشتیم، این پولا رو ما جمع کردیم، گفتیم حالا به خاطر آسایش و آرامشی هم بچه هم مدرسه میرن، هم خودمون راحت بتونیم کار کنیم، زندگیمون رو اینجا بچرخونیم. به هر حال این پولا رو ما از این ور اون ور جمع‌آوری کردیم، بردیم تحویل بانک ملی دادیم و از طرف مسئولین زیر ربط اداره اتباع به ما قول داده شد که آقا به شما نمیدونم کارت تردد میدن، به شما نمیدونم دفترچه سپرده‌گذاری میدن، شما بچه‌هاتون میتونن قشنگ برن مدرسه درس بخونن، از این حرفا. خلاصه یه مدت از این پول رد شد، یه 4 ماه 5 ماه 6 ماه رد شد، هیچ خبری نشد. ما هی رفتیم اومدیم این مسیر، رفتیم اومدیم که آقا چی شد. هر سری یه قولی به ما میدادن، بالاخره خیلی تعدادی کمی از اون کارت های هوشمند که خودشون میگیرن به قول خودشون، که البته کارت هوشمند نیستن، کارت هویتن. کارت هویت با کارت هوشمند خیلی متفاوته. بعد به اونا دادن، به بعضی هم یه دفترچه سپرده‌گذاری دادن که آخرمون دفترچه سپرده‌گذاری از ما گرفتن. خلاصه بعد حالا از پارسال که این پولا رو ما دادیم تا این سال، یعنی تا اوالی 1404 تا اولی سال جدید، بعد از اولی سال جدید حالا دولت آقای پزشکیان این رو اعلام کرده که نمیدونم کسایی که برگ سرشماری دارن چه خانواده هستن، چه دانش آموز دارن و چه مجرد هستن، چه کسای دانش آموز ندارن، اینا از کشور باید اخراج بشن. آقای پزشکیان، ما از شما خواهش میکنیم، مسئولین جمهوری اسلامی ایران، ما خودتون هم قشنگ میدونیم که تاریخی چندین ساله فرهنگی ما و شما داریم. در اصل حساب کنی هممون فارسی زبان هستیم، هممون ملیتی مشترک داریم. ما خودتون هم قشنگ میدونیم که ما مجبوریم، از مجبوریت پناه آوردیم به کشور شما. وگرنه اگر مجبور نمی بودیم که اصلا کجا میخواستیم، کی دوست داره که از کنار خانوادهش، از زادگاهش، از کشورش، از خاکش بزنه بیرون، بیاد مثلا تو غربت تمامی توهین تحقیر و تمامی جزو بگردن بگیره اینجا بمونه. یه خواهش ما از شما آقای پزشکیان این هست که تمامی اتباع افغانستان این خواهش از شما دارن. شما اگر میخواستی که این کار رو نکنی، خب پولی مردم رو پارسال چرا مسئولین شما، حالا شما نبودی تازه شدی، مسئولین شما چرا این پول از ما گرفتن؟ این پول اگر ما پارسال با پول افغانستان میخواستیم تبادله کنیم، این میشه $2000، با پول افغانی میشه 1 لک خورده ای که ما میتونستیم برگردیم به کشورمون. با این پول میتونستیم یه زندگیمون ما اونجا یه کار کاسه برای خودمون راه بندازیم. حالا این پول ما رو 1 سال تو بانک، پولی 1 میلیون فکر کنم بیشتر کمتر نیست، خوابوندی تو بانکتون. حالا پروژه های زیرساخت‌های خودتون با این انجام دادی، سودش هم دولت برده. حالا پولتون امسال اومده رو صفر، میگه آقا پاشو برو کشور خودت. حسن برگه هم باطل کردن. یعنی چی خدا وکیلی؟ یعنی به قول خودتون جمهوری اسلامی میگن، نه خدا نکرده چیز دیگه. ما و شما هممون ملیتی مشترک داریم، فرهنگی مشترک داریم، در عوضش همزبون هستیم. چرا باید این برخوردها با ما بشه؟ چرا باید از طرف نیروهای شما این برخوردهای چیز با ما بشه؟ ما کجا باید بریم؟ منی که مثلا الان تقریبا اول آخر حساب کن 17-18 ساله تو این خاکم، من الان بچه هم اینجا دارن مدرسه میخونن، من اون پول به خاطر دادم که بچه های من بدون هیچ دردی سر برن مدرسه، ممانعتی وجود نداشته باشه براشون. حالا الان برگشتی میگه که آقا این برگه ها اصلا برای ما اهمیتی ندارن، این برگه ها برای ما نمیدونم چی ندارن. خدا وکیلی این دیگه چه قانونیه؟ نکنیم تو رو خدا
شما هم مسلمونیم و هم مسلمونیم، همگیمون هم زبون هستیم. حالا یک کسی در یک گوشه از مملکت یک خلافی رو انجام میده، نباید که بر اثر یک نفر آدم، یعنی دامن 4 میلیون 5 میلیون افغانی رو شما بچسبین که آقا اون افغانی در اون گوشه نمیدونم ورامین یا تهران یا جای دیگه این کار کرد، دیگه همه شما باید مورد ظلم و ستم قرار بگیرید. خواهش من از آقای پزشکیان و خواهش من از وزیر کشور و خواهش بنده از تمام مسئولین زیربط این هست که دیگه ما رو بذارین باشیم اینجاها. ما یک قشر کارگر هستیم، یک قشر ضعیف هستیم، به هیچ کاری هیچ کسی کار نداریم. چیزی که قانون این مملکت هست، چیزی که روال این مملکت هست، ما به همش آماده هستیم، پایبند هستیم. ما همه الانش هم که هستش، ما مالیات اگر ما از یک ایرانی 5 برابر بگیرن، از ما 10 برابر میگیرن. پول برق، پول آب، پول نون، هر چی باشه 10 برابر ما پرداخت میکنیم. تو بیمارستان ما میریم، نه بیمه ای داریم، ما نه چیزی داریم. اگر یک ایرانی 5 میلیون میده، ما حتما 10 میلیون پرداخت میکنیم. این کجاش برای ما مجانی است؟ رو خدا خودتون هم میدونید هیچیش مجانی نیست. روز $1 تا $10 تا $15 از طرف سازمان ملل به شما ارسال میشه سر هر اتباع افغانستانیه. خواهش ما از شما اینه که این برگه های این مردمی بیچاره را نکنین، خصوصا کسانی که نظامی بودن در دولتی پیشین. خودتون هم قشنگ میتونین که اگر از این خاک اخراج بشن، لب به مرز گردن اینا زده است. شما خودتون میدونین که تو اون مملکتی ما چه خبره. همه ما شرایط ما اونجا بریم دشوار میشه. بچه های ما اینا چه گناهی کردن؟ اینا نمیتونن اونجا تحصیل کنن، اینا نمیتونن اونجا درس بخونن. خواهش تمنای ما از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، از رئیس جمهور، از وزیر کشور، از مشاور وزیر کشور این هست که یک فکر به حال این ملت مظلوم افغانستان، به حال این مردمی بدبخت بیچاره و آواره افغانستان دیگه در نظر گرفته بشه. امیدوارم که این زبون مشترکی چندین ساله ما، فرهنگی مشترکی چندین ساله ما برای همیشه و همیشه پابرجا بمونه. التماس دعا دارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.